سلام دوستان. خب با یکی دیگه از آنباکس های گوشی های شیائومی در خدمتتون هستم. امروز میخوایم با هم ردمی نوت 14 رو یه نگاهی بندازیم. خب جبر رو باز میکنم. اینم خود گوشی. ظاهرش راستش تو نگاه اول خیلی خوشگله. طراحیش هم تمیز، خوش دستم هست. خب حالا بریم سراغ داخل جعبه. این کابل شارژ تایپ سیه و اینم کلگی 33 واتیشه که داخل کارتون گذاشتن. یعنی برای این رنج قیمت شارژ سریعش واقعا خوبه. حالا بریم سراغ این کارتون کوچیکه. بازش میکنم. داخل این باکس کوچیکم یه گارد قرار داره که کیفیتش قابل قبوله، یعنی از همون روز اول جواب میده و لازم نیست دنبالش بگردید. خب حالا بریم سراغ خود گوشی و مشخصاتش. این مدل با اندروید 14 میاد. رابط کاربریش هم روونه. حس کرده اثر انگشتم روی صفحه نمایشه. سرعتش خوبه، اذیت نمیکنه. باتری 5500 میلی آمپری هم داره که خب برای استفاده روزمره عالیه. خب بچه‌ها، قیمت این گوشی هم اگه بخوایم بدونین الان آذر 1404 حدوداً 18 میلیون و 800 هزار تومنه برای نسخه 256 گیگ. یعنی یه چیزی تو همین بازه باید حساب کنید. یه نگاه به طراحی دور گوشی بندازیم. پایین گوشی اسپیکر، خشاب سیم کارت و سوکت شارژ تایپ سیه. سمت راست گوشی دکمه پاور و ولوم ها یه جای کنار همن، مرتب و جمع و جور. بالای گوشی هم اسپیکر دوم و جک 3.5 میلیمتری که خب هنوز خیلی لازمش دارن. صفحه نمایش گوشی هم امولده. رنگا رو خیلی شفاف و زنده نشون میده. مخصوصا تو نور زیاد کیفیتش مشخصه. خب حالا روی یه منبع آب زوم میکنم. اینجا زوم 20 برابریش رو میبینید. برای این رد قیمت جزئیات رو واقعا خوب نگه میداره. لنز اصلی 108 مگاپیکسله با f1.7 و فوکوس PDAF. یه لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو و یه 2 مگاپیکسلی عمق سنج. فلش LED HDR و پانوراما هم داره. فیلمبرداریش هم 1080p روی 30 یا 60 فریم ضبط میکنه. کیفیتش هم خوبه. این هم از آنباکس کامل ردمی نوت 14. امیدوارم لذت برده باشید دوستان.